زی شاهنامه گو پرآوازه است، جهان را خرمی بخشید و خود تازه است. درود به بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون علم و طبیعت. بینندگان گرامی، این نوبت توانستیم یک زمره دانندگان شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را گرد این میز گرد آوریم. زمره از خوانندگان لیسه به نام عمری خیام هستند که واقعا هم از داستانهای شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی بهره ما ارائه میکنند. داستانهای حکیم ابوالقاسم فردوسی با بیان همان مشهورترین داستانها و مثل داستان رستم و سهراب، بیژن و منیژه علاکه ورد زبان است. اصلا شاهنامه حاجت به معرفی نیست. علاکه داننده خود را دارد، دوستدار خود را دارد و خواننده خود را پیوسته در کتاب و کتابخانه ها دیده می توانیم. و امروز با همان تلقین علم، خرد، دانایی که حکیم ابوالقاسم فردوسی در محور اندیشه های هر یکی ما و شما چرخ میزند، واقعا دنیای را برای ما باز هم روشن‌تر و واضح‌تر بیان می‌سازد. بینندگان عزیز و ارجمند، حالا باشد داستان میشنویم در قرائت اسماء سلیمова. مرحمت. به نام خداوندی جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوندی نام و خداوندی جای، خداوندی روزیده و رهنمای، خداوندی کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. زی نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را. نیابد بدو نیز اندیشه را، که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرند، نیابد بدو راه جان و خیرت. خیرت گر سخن برگزیند همه، همان را گزیند که بیند همه. سیدودن نداند کسان را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خیرت را و جان را همه بخشد و، در اندیشه سخته کی گنجد و. خیرت والاتر از همه آن بزرگی هایی که انسان به خود کسب میکند. خیرت جایگاهی بسا مهم و ارزنده دارد. محض خیرت است که ما والاگزین هستیم. محض خیرت است که امروز تلقین چنین شاهکاری های نمایندگان تاریخ ادبیات تاجیک را امروز گرد یک میز گرد انشا میکنیم و قرائت میسازیم. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی تلقینگری تمام دارایی، تلقینگری هویت سازی، تقویت همان خودشناسی و خودآگاهی است که ما با همان آفریده های قهرمان های شاهنامه امروز بهر پاسداشتن وطن، ملت و زمین اجدادی پیوسته تلاش می نماییم. بینندگان گرامی، اینجا باشد داستان میشنویم در قرائت زرینه شریپova. رسیدن سهراب به دیژ سفید. دیژی بود کش خاندانی سپید، بدان دیژ بود ایرانیان را امید. نگهبان دیژ رزم دیده هجیر، که با زور دل بود و با گرز و تیر. هنوز آن زمان گژده هم خرد بود، به خردی گراینده و گرد بود. یکی دخترش بود گرد و سوار، براندیش و گردنکش و نامدار. چو سهراب نزدیک آن دیژ رسید، هجیر دلاور او را بدید. ز لشکر برون تاخت بر سان باد، چنین گفت که ای داده جانت به باد. تو تنها به جنگ آمدی خیره خیر، کنون پای دار و اینا سخت گیر. چه مردی و نام و نژادی تو چیست، که زاینده را بر تو باید گرفت. هجیرش چنین داد پاسخ که بس، به جنگت نباید مرا یار کس.
حجیری دلیری سپهبد منم، همکنون سرت را ز تن برکنم. فرستم به نزدیک شوی جهان، تنت را کنند کرگس اندر نهان. بخندید سهراب کین گفتگوی، به گوش آمدش تیز بنهاد روی. سبک نیزه بر نیزه انداخته اند، که از یکدیگر باز نشناخته اند. شاهنامه بیزوال نه تنها در تاجیکستان بلکه در سرزمین آریاتبار امروز مطالعه کننده و دوستدار خودش را دارد. و ماست چند روز قبل در آستانه جشن بانوان اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به بانوان شرفمند ملت تقدیم 2 جلد شاهنامه بیزوال را نمود. واقعا هم زن مادر تربیتگری عامند و محض تلقین اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای تحفه همچون ارغوانی شاهنامه، این واقعا هم تربیت کنندگان عامند که پیوسته فرزندان را، محض مادر کلانها نبیرگان خود را با طریق همان داستانهای شاهنامه واقعا هم پر از دانش و حکمت می آموزند. و پی تلقین این همه ما باید بیان داریم که امروز شاهنامه ما را به عمقهای بلند، به فتح قله‌های بلند می رساند. داستانی هست زیاده از 9 کتاب است و هر یک داستانهای آن زینه به زینه حکمت و خیرت و بخصوص علم را برای ما تلقین می سازد. در برابر این خودشناسی و خودآگاهی ما را افزون می سازد. آن قهرمانی هایی که حکیم ابوالقاسم فردوسی در روبروی ما بیدار کرده است، زنده کرده است. اگر رستم را به این نوبت گیریم، او برای جوانمردان ما واقعا یک بهادر شده می تواند، یک قهرمان ایدئالی او شده می تواند. و با مطالعه آن داستان الکی خواننده در دل برای حفظ و حمایه سرحد، مرز و بوم باز هم همان خودشناسیش بالا می رود. بینندگان گرامی، بید اینجا داستان شنویم از خواننده نوبتی مدینه اکبرова. گفتار اندر ستایش خیرت. کنون ای خیرتمند ارجی خیرت، بدین جای گفتن اندر خورد. خیرت بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خیرت را به از راهی داد. خیرت رهنمای و خیرت دلکشای، خیرت دست گیرد به هر دو سرای. از او شادمانی از او ید غم است، از او ید فزونی از او ید کم است. خیرت تیره و مردی روشن روان، نباشد همه شادمان یک زمان. چی گفت آن هنرمند مردی خیرت، که دانا ز گفتار او برخورد. کسی کو خیرت را ندارد ز پیش، دلش گردد از کردن خویش ریش. خمان خویش بیگانه خواند ورا، از او به هر دو سرای ارجمند. گوستی خیرت پای زند دارد ببند. خیرت چشم جان است چو بینگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. خیرتمندی و پیشبینی کنی، توانایی و پاک دینی کنی. حکیم ابوالقاسم فردوسی تلقینش بر آن است که خیرت جوهر اساسی علم است و محض بزرگان عالم، محض بشریت با دانش وابسته عمیق خیرت امروز واقعا بالاگزیر هستند. و برای ملت تاجیک، برای ملتی که شاهنامه دارد، ملتی که حکیم ابوالقاسم فردوسی را دارد، افتخار باشد که امروز شاه اثری بیزوال او شاهنامه کتاب روی میزی 1000 دانشمندان عالم است. با 1000 زبانها، با زبانهای گوناگون دنیا برگردان شده امروز
کتاب روی میزی هزارها دانشمندان هستند. و بینندگان گرامی بید اینجا باشد داستان بشنویم در قرائت بیبی عایشه سیدعلیова. داستان جنگ رستم با کافور مردم خور. چو این بندی بد را سر آمد پدید، فریبرز نزدیک رستم رسید. به دلشاد و با خلعت شهریار، بد او اندرون تاج با گوشوار. از او شادمان شد گوی پیلتن، بزرگانی لشکر شدند انجمن. گرفتند بر پهلوان آفرین، که آباد بادا بر رستم زمین. از او جان شاه جهان شاد باد، بر او بومی ایرانش آباد باد. و از آن جایگه نیز لشکر براند، بیامد به سوخت و 2 هفته بماند. به نخچینگور و به می دست زد، از این گونه یک چند خورد و شمرد. و از آن جایگه نیز لشکر اندر کشید، بر یک منزل در یک شهر دید. کجا نام آن شهر بیداد بود، دیجه برد و از مردم آباد بود. همه خوردنیشان زی مردم بودی، پری چهره هر زمان گم بودی. بخوانی چنان شهریاری پدید، نبودی بجز کودکی نارسید. پرستندگان کی نیکو بودند، بر دیداری بالا به آهو بودی. از آن خریدی بر آن برخریش، بد این گونه بود شاه را پرورش. تهمتن بیفرمود تا 3000، زیرختار و برگستوارتر سوار. بر آن دیش با گوستهم، فرستادند 2 گردی گرنمای و با او با هم. یکی بیژنی گیو و دیگر هژیر، که در جنگ بودند با دار و گیر. مر این شهر نام کافور بود، که بر آن شهر وی منشور بود. چو بشنید که آمد ز ایران سپه بد یکی نامور کینه‌خواه. بپوشید کافور هفتانی جنگ، همه شهر به او باسانی پلنگ. کمردافکن و مردی میدان بودند، بر ازم اندرون سنگ و سندان بودند. برسانی شیر که پیش گوزن اندر آید دلیر. ز گردان ایران بسی کشته شد، سری رزم جویان همه بسته شد. چو گوستهم گیتی جهان واژدید، جهان در دست کف دیو واژو ندید. بفرمود تا تیر باران کنند، به نمی ایشان سواران کنند. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی امروز نه تنها طریق نظم و نثر دسترس مردم هستند و همچنین طریق آینه نیلگون و همچنین فیلمنامه های دراز مدت امروز تماشابینان خاصه خود را دارند و مس دستاندرکاران نیز تلاش میکنند برای معرفی این شاه اثری تاریخی، این شاه اثری بیزوال نجیبترین فیلم های را برداشت نمایند و برای عموما دوستدارانش هدیه سازند. البته امروز شاهنامه را هر پاورقش، هر یک داستان او برای ما خیرات میبخشد، علم میبخشد، دانایی میبخشد و پیوسته از ما چی طلب کرده میشود که رو آوریم به این نگاشته های بزرگانمان. امروز چنین شاهکاری ها را فرزندان ملت برای ما قیمت نوشته کردند. تنها از ما فرزندان این ملت و این سرزمین مطالعه پیوسته را طلب میکند و خلاص. بینندگان گرامی بید اینجا باز هم داستان میشنویم در قرائت حبیبه سیدعلیova. داستانی کاوه و ضحاک. یکی مرد بود اندران روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار. گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد، ز ترس جهاندار با باد سرد. که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. پسر بود مران پاک دین را یکی، کش از مهر بهره نبود اندکی. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. چنان بود که ابلیس روز پگاه، بیامد بسانی یکی نیک خواه. دلی مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش رفتار او را سپرد.
همانا خوش آمدش گفتار اوی، نبود آگه از زشت کردار اوی. چنان ابلیس دانست که دل بداد، بر افسانه‌اش گشت نهمار شد. فراوان سخن گفت زیبا و نغز، جوان را ز دانش تهی بود مغز. توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. واقعا داستانی که برای ما ارائه گردید پیوسته از والاگی علم و دانش حرف میزند. و بینید امروز میان انبوه آدمان دانشمندان همیشه والاگزین هستند و محض با همان دانندگی خویش. دانش امروز برای ما مرتبه میبخشد، علم میبخشد، والایی میبخشد و محض از ما طلبی آن دارد که پیوسته مطالعه کنیم و رو آوریم به این نادرترین ابیات گذشتگان. و امروز بینندگان گرامی، کتابخانه ها به خصوص کتابخانه ملی برای تمام ساکنان محض قشر مهمی جامعه که جوانان نورسان اعتراف می شوند تمام دارایی ها را پیشکش می سازد. و حکومت جمهوری تاجیکستان برای بنیاد چنین یک کتابخانه ملی عزم کرد و به استفاده داد. تنها و تنها از ما طلب کرده می شود که راه کتابخانه رو، علم آموزی را آموزیم و راه کتابخانه را به کتابخانه آییم، پیوسته علم آموزیم و سویه دانش خویش را بلند نماییم. حالا باشد داستانی میشنویم در قرائت کرشمه امان الله. داستان ضحاک. چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار. سراسر زمانه بد و باز گشت، برآمد بر این روزگاری دراز گشت. نیهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. هنر خوار شد جادوی ارجمند، نیهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، ز نیکی نبودی سخن جز براز. دو پاکیزه از خانه جمشید، برون آوریدن لرزان چو بید. که جمشید را هر دو خواهر بودند، سری بانوان را چو افسر بودند. ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دیگر ماه روی به نام ارنواز. به ایوان ضحاک بردندشان، مران اژدها سپردندشان. بپروردشان از ره جادویی، بیاموختشان از کژی بدخویی. ندانستند جز خود بدآموختن، جز از کشتن و غارت و سوختن. چنان بود که هر شب دو مردی جوان، چه کهتر چه از تخمه پهلوان. خورشگر ببردی به ایوان شاه، و از او بساختی راهی درمان شاه. بکشتی و مغزش بپرداختی، مران اژدها را خورش ساختی. دو پاکیزه از گوهری پادشا، دو دوری گرمایه و پارسا. یکی نام ارماییل پاکدین، دیگر نام کرماییل پیشبین. چنان بود که روزی بودن به هم، سخن رفت هر گونه از بیش و کم. ز بید دادگر شاه و از لشکرش، و از آن رسمهای بد اندرخش. از لحاظ قدر و قیمتی این گنجینه نایاب حکیم ابوالقاسم فردوسی، شهادت 35 سالی عمر خود حکیم ابوالقاسم فردوسی است. برای انشا، برای آماده شدن این کتاب 30 سال پربرکت عمر خویش را حکیم ابوالقاسم فردوسی روانه این آثار تاریخی کردند. و بینندگان گرامی، با مقصد و با امید مطالعه پیوسته شما برنامه نوبتی شاهسر بیزوال را حسن انجام می‌بخشیم. تا برنامه‌های آینده شاد و مسرور باشید.